تا حالا فکر کردی اگه بخوایم با امکانات امروزی به کهکشان آندرومدا سفر کنیم چقدر طول میکشه؟ آندرومدا نزدیکترین کهکشان بزرگ به ماست، حدود 2.5 میلیون سال نوری فاصله داره. یعنی اگه با سریعترین فضاپیمای فعلی مثل پارکر سولار پروب که حدود 700,000 کیلومتر بر ساعت سرعت داره حرکت کنیم، رسیدن به آندرومدا تقریباً 4 تریلیون سال طول میکشه. اونقدر زیاده که حتی عمر کل جهان هم کفافش رو نمیده. اما عجیبتر این که ما حتی لازم نیست به اونجا سفر کنیم. چون حدود 4 میلیارد سال دیگه آندرومدا خودش به سمت ما میاد و با کهکشان راه شیری برخورد میکنه. نتیجه 2 کهکشان مارپیچی عظیم به هم میپیوندن و یک کهکشان جدید و غول‌آسا شکل میگیره با میلیاردها ستاره که دوباره نظم پیدا میکنن. میتونی تصور کنی که آسمان شب زمین چه منظرهایی پیدا میکنه وقتی 2 کهکشان بزرگ با هم ادغام بشن. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال ما رو دنبال کن تا ویدیوهای بعدی فضا و ناشناخته ها رو از دست ندی.